تو بشنو. یکی از رازهای جلب توجه رحمت پروردگار جوان مادرت هست، پدرت هست. 5 روز از رمضان گذشته چند مرتبه رفتی پیش مادرت که مرا ببخش؟ نباید میگفتم ولی برای این میگویم که عمل بکنی عزیز من. به الله سوگند که من خودم تماس کشیدم با مادر در همین رمضان. گفتم مادر ما خیلی تو را آزار دادیم، خیلی اذیتت کردیم، مرا بخشیدی. گو بچیم ذره از کینه در قلب من نسبت به تو نیست.